روز است که پیغمبر میگفت ما دروغ میدانستیم. این همون روز است که داعی ها و علما ها میگفتیم ما شوخی میفهمیدیم. همون روز است. ملائکه های پر از وحشت، ملائکه های بیرحمی که خدا آفریده است، آن روز با سیاست، با قواعد گیرنده، با هیبت جواب میگویند به این منکر قیامت: هذا یوم الفصل الذی کنتم به. این است همان روز قیامت، این است همان روز جدا شدنی بین کافر و مؤمن، این است همان روز جدا شدنی بین روزخور و روزه‌دار. این دنیا تو دروغ می‌دانستی. این است همان روز. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید. فرمان از پروردگار می شود. به نمازها رو با همراهی به نمازها، روزخورها رو با همراهی روزخورها، یهودی ها رو با یهودی ها، مسیحی ها رو با مسیحی ها. اهل توحید، اهل مسجد با مسجدی ها. مسجد منکنار همراه رهبراشون، روی خطگیره را همراهی مسئولاشون حشر کن. وقفوهم انهم مسئولون. اینها را زود به دوزخ نبرید، اینها را نگاه دارید. الان از اینها پرسیده می شود، باید جواب دهند. باید اینها جواب دهند برای چی مسجد آمدند؟ برای نماز خواندن یا برای روی خط گرفتن؟ برای چی آمدند؟ اینا باید جواب دهند. وقفوهم انهم مسئولون. چگونه شما روی خط میگیرید؟ به شرمها شما را هم روی خط گرفتی ایستادیان. ما لکم لا تناصرون. امروز شما را رهبراتان نمیتوانند یاردم کنند. امروز سپارش دهنده ها شما را نمیتوانند از عذاب خدا، از عذاب دوزخ نجات دهند. ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. چرا که آنرو رهبراتان خاموشند، چرا آنرو رهبراتان مظلومند، رهبراتان مهر زده شدند. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وای به حال شما. این همون روز است که پیغمبر میگفت ما دروغ میدانستیم. این همون روز است که داعی ها و علما ها میگفتیم ما شوخی میفهمیدیم. همون روز است. ملائکه های پر وحشت، ملائکه های بیرحمی که خدا آفریده است، آن روز با سیاست، با قواعد گیرنده، با هیبت جواب میگویند به این منکر قیامت: هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. این است همان روز قیامت، این است همان روز جدا شدنی بین کافر و مؤمن، این است همان روز جدا شدنی بین روزخور و روزه‌دار. که دنیا تو دروغ می‌دانستی. این است همان روز. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید. فرمان از پروردگار. به نمازها رو با همراهی به نمازها، روزخورها رو با همراهی روزخورها، یهودی ها رو با یهودی ها، مسیحی ها رو با مسیحی ها. اهل توحید.